برای تغذیه گربه ها غذا بردارم ببرم بهشون بدم. از تو فریزر شروع میکنم. غذاهای بسته‌بندی شده گربه هاست. هر روز یه دونش رو میذاریم تو یخچال تا یخش باز بشه و برای گربه ها ببریم. از فریزر شروع کردیم به یخچال رسیدیم، بعد غذاشون تو یخچال که باز شد صبح روز بعد ساعت 5:05 غذاشون رو برمیداریم و میبریم میذاریم بیرون و آمادهش میکنیم و بعد میبریم بیرون و غذا رسانی میکنیم به گربه ها. فقط خب حالا غذا رو آماده میکنیم، برای میداریم و میبریم توی کوچه. تو کوچه رو نگاه کنیم آماده است تا برم پایین و بهش غذا بدم. همیشه منتظره. بعد از اون من میرم سر کار. هر روز به همین حالت منتظر بچه. الان هم که دقیقه داره ما رو نگاه میکنه تا برم پایین. خب بریم اون پایین که منتظره. ما هم سریع باید بریم سر کار. این حیوانات کوچه‌ای چشمشون به دست ماست. یکم بهشون غذا رسانی کنیم بد نیست. من الان برم تو کوچه که این گربه منتظره تا منم نرم از اینجا نمیره. همون یه ذره غذایی که بهش میدم و همون قانع است. الان نگاه کنید تو کوچه رو ببینید که منتظر منه. من باید این دوتا موتور جا بجا کنم، بعدا این غذا میدم من سر کار. حالا نگاش کنید زیر ماشین منتظره که من برم بهش بدم. هر روزم صدای ماشین منو در میاره. از بالای این دیوار میپره رو ماشین، صدای دزدگیر ماشین منو در میاره و منو بلند میکنه. حالا بریم که ببینیم چی کار میکنیم باهاش. از زیر ماشین الان با من میاد. فقط نگاش کنیم. همش هم منتظره که بهش غذاشو بدم و اینقدر اذیتش میکنم میزنمش که میره زیر ماشین قایم میشه. با اینکه هر روز بهش غذا میدم بازم میترسه. رفت اون زیر دیگه نمیتونیم ببینیمش. مثلا دید ندارم دیگه بهش. اشراف نیستم. بریم که حاضر شیم برای
رفتن به سر کار و ادامه غذا رسانی. خب یکی دیگه از گربه‌های کوچمون که امروز افتخار داده و اومده یه سری بهمون زده. بله اینم میخوام غذا بهش بدیم. منتظره. این همیشه نیستش، بعضی مواقع میاد و نمیدونم بچه داره یا نداره. اون یکی که هنوز زیر ماشین مشغوله و هنوز بیرون نیومده، چون اگه بیاد بیرون یک تیکه دیگه هم بهش میدم تا برم جای دیگه. تو مسیر اداره غذا رسانی میکنم دیگه. حالا هر چقدر کم ته دلشونو میگیره. از ترسشون همه میرن زیر ماشین، اینقدر اذیتشون میکنن که حد حساب نداره. حتی برادرای خودم همیشه دست اینا دستشون فراری هم. ببینیم اون یکی میاد بیرون یا نمیاد بیرون، یه صداش کنیم ببینیم. بریم سریع به کارمون برسیم، اداره دیر میشه. خب معلومه که هنوز نخورده تا بیاد بیرون، چون اگر بیاد بیرون یه تیکه دیگه بهش میدم تا بعد برم. اونم که همچنان غیبی زد نیستش.